آنچه گذشت. شما میخواین از اون عزیز هلندی و شرکت انگلیسی شکایت کنید؟ قسم داریم. ولی اونا یه قاتل حرفه‌ای اجیر کرده بودن تا منو بکشه. چجوری میشه ثابت کرد؟ شما فکر میکنید که اون آدم حرفه‌ای به این راحتی اعتراف میکنه؟ Who are you? What is going on? I am Oktay. Special Angels Operational Trust. امن‌ترین جا واسه شما ایرانه. همینجا که من دکتر کیوانی کار می‌کنه نیروی متخصص ضد مثل شما رو از دست نمیده. چه عجب یادی از ما کردی؟ آدرس بفرستی تا نیم ساعت دیگه پیشتم. یعنی می‌خوای بگی الان استانبولی؟ بررسی کن ببین نشتی از کجا بوده. این آدم جای پدر من بود. به خاطر خودخواهی شما کشته شد. پدر من یه شرکت دارویی داره با چند نفر دیگه، ولی به خاطر مسائلی اومدن تمام سهامشون رو به نام اطرافیانشون کردن. ضرر من یه طرف، ضرر بیت المالی که میخواد جبران کنه. نفهمیدم چطور شد تاریخ انقضای داروهای تو سر رسیده بعد بیت المال ضرر میکنه. بابا چند وقته که دیر میاد خونه. نمیدونم این روزا چشه. آشفته است، دلنگرونه. فکر کنم عوارض این سمت جدیدشه. حدس من اینه که یه سری از سهامدار ارشد شرکت مدیرای نیمه دولتی هستن. دکتر شمس و دکتر فلاحی از اساتید برجسته علمی کشور هستن. وقتی اتفاق مشابه برای هر دوشون میفته این نفوذی داره به سرویس اطلاعاتی دشمن اطلاعات. سعید دکتر دانشمند بود نه ماجراجو. این آدم با اصرار بردش آفریقا. من احساستون رو درک میکنم، اما این توافق مصلحتیه. اسم این پروژه رو گذاشتم کاراکان. بفرمایید اینم سوالتون. ببینم چی گرفتی. چقدر خوشبوه، دست درد نکنه. خاله ببینین چه بوی میده. به به چه خوش سلیقه. خیلی. حالا این که سوغاتیه، کادوم چی شد؟ یه قرار شد کادو و سوغاتی با هم باشه دیگه. کی همچین قراری شد؟ انقدر بچه‌مو اذیت نکن. اذیتش نمی‌کنم خاله، فقط دارم بهش یادآوری میکنم. بعدم اذیت کردن تو خانواده ما ارثیه. اینو درست گفتی. حالا انقدر فکر نکن، به خاطر خاله این نفر رو بهت هیچی نمیگم. خیلی خوشبوه.
آخرین باری که یه گوشه کز کرده بودی بعد از فوت پدرت بود. نشسته بودی همینجا و به عکسش نگاه میکردی. بعد از اون دکتر محقق خیلی حواسش بهت بود. تو یکی از بهترین شاگرداش بودی. برای همین قبول کردن مرگش برام سخته. اصلا بدون اون دیگه نمیتونم کار کنم. ولی روح اون مرحومم راضی به این همه خودخوری تو نیست. خستم، خیلی خستم. میدونم. جر و بحث امروزت با دکتر کریمیان هم سر ماجرای دکتر بود؟ میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. گیج شدم. رفتن دکتر خیلی شوکم کرده. تو باید تحقیقات نیمه کارش رو ادامه بدی. نمیشه. نمیتونم. اینو دکتر کریمیان داد. گفت شرح حال یه بیماری تو کنیا که دکتر محقق به دست آورده. الو سعید، خوب گوش کن ببین چی میگم. از فردا هر کاری که داشتیم میذاریم کنار. میخوام پروژه دکتر محقق رو ادامه بدم. بله؟ سلام خانم جون، من مهرابه امیرنژادم از شرکت خدمات خدمت رسیدم. خواهش میکنم بفرمایید بالا. دست شما درد نکنه. سلام آقای دکتر. خیلی ممنون. ای وای، ببخشید من اصلا اطلاعی نداشتم. خیلی بهتون تسلیت میگم. ممنونم. دکتر واقعا جای پدر من بود. هنوزم نمیتونم باور کنم رفتنشو. امیدوارم روحشون در آرامش باشه. حالا برای چی رفته بودن کنیا؟ برای کار تحقیقاتی. یه ویروسیه که چند وقتی تو آفریقا شایع شده. یکی از کارکنای سفارت و چند نفر از بومی‌ها هم درگیر کرده بود. اتفاقا به خاطر همین باهاتون تماس گرفتم. راستش من میخوام تحقیقات دکتر رو ادامه بدم. برای همین میخواستم ازتون بخوام که توی این پروژه بهم کمک کنید. حتما. هر کمکی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی‌کنم. با اجازه خانم جون. خانم رفتن تو حیاط. سلام علیکم. سلام. خسته نباشین. ممنون. شرمنده قصد خالت ندارم ولی اینجوری که شما دارین درست میکنید 2 روز دیگه این آب میده. ببین کی گفتم. شما بهتر بلدین؟ من که نه، ولی حالا اگه اجازه بدین من یه بالاخره هر کی بشه من 2 تا پیرم بیشتر شما پاره کردم. این از شوهرم لوله کش بوده. بالاخره یه چند سالی بالاخره 4 تا چیز از کنارش یاد گرفتم دیگه. بیا ببین چیکار کردم برام. ببین الان دیگه 10 سال دیگه هم بگذره این یکی که آب ازش در نمیره. بیا همونجا بی درست شد. بیا. ببخشید آقای دکتر، من بعداً با تو تماس میگیرم. خدا نگهدار. شرمنده این وقت ناراحت نشی دست منو.
سلام خانم جون. سلام. حالتون خوبه؟ ببخشید تو رو خودم هم دخالت کردم. من همچین خیلی دوست دارم همچین مرتب منظم دقیق سر جای خودش انجام بشه. همچین یه خورده خیلی وسواسی ام. خب حالا خانم جون قربونت دارم از کجا شروع کنم؟ چیکار کم گرفتم. ولی خب خونه نورگیر رو خیلی خوشگلی دارین ها. عین خودتون میمونه. ما بازار شامی هم از اینجا. ولی نگران نباشی ها، اصلا قصه نخور. نمیذارم آب تو دل تکون بخوره خانم جون. ببین همه اینجا رو واسه عین دسته گل میکنم، مثلا از روز اولش هم بهتر. تمام اینا رو همه رو واسه برق میندازم. وای واسه خانم جون پنجره رو چرا بستین آدم دلش میگیره؟ آخه چقدر منظره خوشگلی داره اینجا. شیشه رو قصه نخوری ها، واسه برق میندازم از روز اولش بهتر میشه. دست پختم عین ماه میمونه خانم جون. مثل اینجور واسه درست میکنم انگشتات هم میخوری. این فامیل همشون سر دست پخت ما با هم دیگه دعواشون میشه. خانم جون حال به پام نگاه نکنی فکر کنی من نمیتونم کار کنم ها. این قرقه رو دیدی؟ انگار منو دیدی. الان این همه پلر این برگ اومدم بالا. 18 تا ایستگاه رد کردم تا به اینجا رسیدم. بچه بار دارم، مشکل مالی دارم، وگرنه کار نمیکردم. خیلی دستم تنگه. باشه از همینجا شروع کن. از سالن. خدا خانمی کمتون نکنه. شما فقط بشین دستور بده قربونت برم من. امارات متحده عربی، دبی. اسمش شهرانه، یه دورگه‌ای عربستانی اماراتی، تاجر لوازم پزشکیه. با بعضی از وارد کننده های ایرانی رابطه داره و چند باری هم اینجا رفت آمد داشته. دفعه قبل به جای اینکه مستقیم بیاد ایران، از عربستان میره امارات، بعد میاد ایران. قرار دوباره بیاد ایران، این بارم غیر مستقیم. الان اماراته. این که روبروش نشسته عبدالله خسیف، رئیس یکی از بیمارستان‌های دبی. ظاهراً این یه قرار کاریه، ولی خسیف یه واسطه است واسه رسوندن زهران به این آدم. بعد روز دیدن خسیف زهرا میره به دیدن این آدم. از طریق منبع خودمون تو موساد آمارش رو گرفتیم. اسمش گیلاده، یه افسر سابقه دار موساد. فارسی رو هم خوب حرف میزنه. یه مدتی هم در رابطه با مسائل ایران تو تل‌آویو آموزش دیده و کار کرده. چند وقتی هم تو قرنطینه بوده تا سفید بشه. الان هم مسئول یه عملیات محرمانه است. یعنی مسئول عملیات رو بودن دکتر شمس اونه؟ احتمالش زیاده، اما اینکه این تنها مأموریتش باشه معلوم نیست. طبق فرض ما اطلاعات دکتر شمس رو یه شخصی به نام کاراکال میده. الازای گیلاد مسئول اون عملیات بود و الان یک نفر رو فرستاده ایران. قاعدتاً باید فرض کنیم که با همین آدم قرار داره. از وقتی که زهران وارد ایران شد باید زیر نظر باشه. دستورتون چیه؟ فعلا تیمیم. باید رابط داخلیش رو پیدا کنیم. چشم. کاظم جانم. نباید از دستش بدی. رو چشم. با دکتر راجع به این بیمار اتاق شماره 2 حرف بزن ببین چی میگه. چشم. خانم فرمان اینو بهت براتون بیاد. ممنونم. خانم دکتر کریمی به وقت جراحی. واسه بچه ها خریدی؟ آره کامران گفت قصه‌اش خوبه، اینترنتی سفارش دادم. بچه ها خیلی قصه دوست دارن.
بچه خواهر منم اگه یه شب کسی براش قصه نگه نمیتونه بخوابه. کاش به یه دونه قصه راضی باشن. باور کن بچه‌های من همینطوری گیر میدن پشت سر هم قصه میخوان. یه وقتایی خودم دارم از خواب بیهوش میشم، نگاهشون میکنم میبینم چششون اینطوری بازه. خدا حفظشون کنه. ممنونم. بله. سلام. بفرمایید. مبارک باشه مریم. ممنون. سلام. سلام عروس خانوم. بفرمایید. مبارک باشه. ممنون. چه بی خبر؟ بابا کجا بی خبر؟ کل بیمارستان فهمیدن. بالا ما که خبر نداشتیم. به به مبارک باشه عزیزم، خوشبخت باشی. یه دفعه میذاشی جعبه خالشو میآوردی. اصلا تو قندت بالاست شیرینی برات ضرر داره. دقیقاً. پس بعد همه ما رو ببری رستوران روبروی شام دعوت کنی. چه موفقیتی که کسب نکردی عزیزم. میخوام من ورشکست کنم. دعا کنی ویروس وارد ایران نشه. من قول میدم هر روز لوبیا پلو درست کنم برات بیارم دم در خونه تو. نقشنامه‌ش اومده الان برات میارم. بیا تا ما اومدیم خوشبخت بشیم، دنیا داره میره سمت بدبختی. بابا اینا همش واسه احتیاطه. اصلا شاید وارد ایران نشه. نه خیر، دیروز 2 تا مورد مشکوک تو انگلیس پیدا شده. از کجا معلوم وارد ایران نشه؟ بابا 24 ساعت قبل عقد اینقدر بهش استرس ندین. مریم جو این روزا بهترین روزای زندگیته، قدرشو بدین. ان شاءالله به پای هم پیر بشین. ممنونم. وای من برم، الان همه بیمارستان میفهمن اینا با من کار فوری دارن. شما به کارتون برسید. اینو با چایی میخورم ها. نوش جونتون. به بالاخره مادر رضایت داد سهامو بفروشه. بابا این پول واسه پول خورده. سهم لازم نیست بفروشه. معلومه درآمد مکمل حسابی بالاست. از کجا میدونی تو کار مکمل؟ خودت گفتی دیگه، نگفتی؟ من گفتم فقط تو کار شرکت دارویی هم. حالا مکمل دارو هرچی درآمدش خوبه. شیرینی اینو کی میدی؟ شیرینیش هم میدم. اتفاقا شیرینی خیلی خوبم بهت میدم. اگه بتونی یه معامله قرارشو بذاری. چی؟ ببین یه رفیق دارم میخواد بزنه تو کار واردات لپتاپ و لوازم کامپیوتری. پول سنگینی هم داره میاره. میتونی قرارشو بذاری؟ من تو اون کار آشنا ندارم. مگه خود نگفتی تو کار واردات لپتاپی؟ نه بابا من تو کار گوشی همراه و لوازم جانبی ام. حالا واسه اون که خیلی مهم نیست. دنبال یه درآمد درست درمونه. با این نوسان‌های دلار ریسکش خیلی بالاست. منصرفش کن. حالا کجا قراره برین؟ اهل بیلیارد هستی؟ بیلیارد. تو برو من الان میام. باشه. علی بابا سلام. کار مهمی باید دارم.
یادم وقتی اینجا رو افتاد به اصرار ما مدیریتش رو قبول کرد. کمتر دیدم پشت این میز بشینه. چند وقت پیش میگفت ما به سهم خودمون هر کار تونستیم کردیم. بعدش هم راجع به تو میگفت، چون معتقد بود تو هم مثل خودش اهل یه جا نشستن نیستی. وقتی تو رو پیشنهاد داد گفتم فعلا زود نیست. گفت نه، آینده مال ایناست. تو وقتی واکسن تو رو نمایی کردی خیلی پوزتونی داد، خیلی. آقای دکتر، من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. مثلا حرفشو نزن. خواهش میکنم بیشتر از این شرمندم نکنید. اون روز خاکسپاری من خیلی ناراحت بودم. حرفای خوبی هم نزدم، منو ببخشین. اما راجع به این مسئله‌ای که گفتین من واقعا نمیدونم چی باید بگم. حس میکنم آدم این کار نیستم، در توانم نیست. اشتباه میکنی. اون خدا بیاموز بی جهت پشت کسی نمی ایستاد. سینا جان، تو تنها کسی هستی که میتونی کار دکتر ادامه بدی. چه پروژه افریقا چه کل پروژه اینجا. سکوت علامت رضاست. ایشالله که خیره. اون فلاشی که بیاد دادم تمام اطلاعات افریقا توش هست. یه نمونم از اون ویروس داری. چطوری؟ مگه شما نگفتین تنها نمونه که داشتین تو تیراندازی از بین رفت؟ ما که نمیذاریم کارمون زنایی بمونه. اون نمونه هم تو کلین رومه. هر وقت صلاح تونستی کارتو شروع کن. آقای دکتر، سلام جان. سلام. ببینم اصلا تو اینو به من بگو، چجوری ارز دولتی واسه مکمل گرفتی؟ من میخواستم با این ارز دولتی دارو وارد کنم، جور نشد. گفتم آقا بدون ما ضرر نکنه، مکمل وارد کردم. مردک حالا دیگه هم از توپره میخوری هم از آخور؟ این چه طرز صحبت کردن سیاوش؟ بیش از اینا لیاقتته. فکر کردی به خاطر اون چندرغازی که دادی امضا کردن؟ به خاطر رفاقت بود که کارتو رو انداختم مردک عوضی. این حرفا چیه میزنی؟ جریان چیه؟ واسه چی از جلسه‌مون تو رستوران فیلم گرفتی؟ من فیلم گرفتم؟ آره پس کی؟ نه رفیق، از رفیق 20 سالت حق و سکوت میخواد ها؟ حق سکوت چی؟ به جون بچم رو هم چیزی خبر نداره. چی میگی؟ خودتو سیاه کن. ببینم تو نبودی که فیلم گرفتی از جلسه‌مون تو رستوران ریختی رو فلش گذاشتی تو ماشینم؟ من که دیوونم. اصلا مگه ماشین تو دزدگیر نداره؟ تو فکر کردی من کیم که بتونم بدون سیش در ماشین تو وا کنم؟ چه میدونم. یعنی کی فیلم گرفته ازم؟ وای سیاوش بدبخت شدیم. لو رفتیم. چرا مزخرف میگی؟ لو رفته بودیم که الان زندان بودیم. حتما یه نفر میخواد تلکمون کنه ازمون باج بگیره. اصلا تو واسه چی با گوشی خودت به من زنگ زدی؟ عقلت پارسنگ برداشته؟ اگه گوشی چروک باشه چی؟ نمیدونم. واقعا دیگه مغزم کار نمیکنه، قاطی کردم. دیگه به من زنگ نزن.
من به خاطر تو این لجن افتادم. تو گرفتی. به خاطر خودت میگم دیگه هم به من زنگ نزن. خب الان بگو چیکار؟ وایل خانم خب چطوره؟ بهترم سلامت باش. خدا رو شکر. مولو خانم جعبه رو بذارین الان ماشین میاد. رنگ بندی ها یادت نره جدا کنی ها. خانم خسته نباشید. ممنون خانم. اگه همه کارا رو با همین کیفیت تحویل بدیم کل سفارش های منطقه رو میتونیم بگیریم. انشالله. خیالتون راحت باشه خانم. شهناز خانم تصمش درست شد؟ همین صبح درست کردم خانم. آها. چال خبر؟ خدا از بزرگی کمتون نکنه. رابطت با پسرت چطوره؟ خدا رو شکر از وقتی که شما دستشو بند کردین دیگه به من گیر نمیده. کارش خوبه. اگه همینجوری دل به کار بده نمیذارم بی کار بمونه. خدا سایه‌تون از سر ما کم نکنه. خانم خسته نباشین برای امروز کافیه بفرمایید. خانم با اجازه. به سلامت. خدا. به سلامت. خدا حافظ شما. خواهش خوش سلام. سلام. بازم برنامه داری؟ بله. منظور خانم اینه که فیلم جدیدته؟ نه. باور کنید رو ندارم تو روتون نگاه کنم. دلم میخواد زمین دهن باز کنه برم تو زمین. باور کنید راست میگم. سرم خورده به سنگ. روم سیاه. دوباره هم لغزیدم. این فیلم ها رو در نیار. دفعه پیشم گذاشتی رفتی اومدی همین رو تحویل ما دادی. ببینم تا حالا شمردی؟ ببینی چند بار تا حالا کارتو ول کردی رفتی؟ باور کنید دست خودم نیست. نمیدونم چرا نمیتونم ترک کنم. یار بد بدتر بود از مار بد. وقتی حساب خودتو از دور بریات جدا نکنی همین آش و همین کاسه. اینا رو نمیگن که سرتو بندازی پایین. اتفاقا سرتو بگیر بالا نگاه کن ببین با زندگی خودت چیکار کردی. واسه همین اینجام دیگه. به مرگ خودم شیبا جلومو گرفته بود نمیذاش بیاد. این دفعه اومدم آدم بشم. بردار همونه که دوست داری. واسه بچه‌های تو کمپه. قبل از اینکه معرفیت کنم باید دور اون شیوا رو خط بکشی. فهمیدی؟ بله. من همیشه پات وایسادم. وقتی پاک شدی برگرد بیا همجا سر کارت. فقط یادت باشه این بار آخره. دم شما. خیلی ممنون. خیلی خوب. بیا اون نامه کمپتم بنویسم ببر. آره ولی خب الان تایم کاری منه. منم دارم زنگ شده. عجبه. احسان من بهت زنگ میزنم. باور کنین اونجوری که فکر میکنین نیست. مگه من چجوری فکر میکنم؟ همجوری که نگاه میکنین معلومه دیگه فکر میکنم من همش دارم با احسان حرف میزنم. یعنی حرف نمیزدی؟ الان این دفعه چندمتونه دارین حرف میزنی؟ امروز؟ هیچی اصلا ولش کن. خیلی حس خوبی داری این روزا نه؟ آره خیلی. ولی خب فکرم هم یکم مشغوله. مشغول چرا؟ کار من، شغل اون. نمیدونم چی میشه. فکر کنم شما بهتر از همه منو درک میکنی. این تعادل برقرار کردن بین کار و زندگی شخصی واقعا سخته. شما چجوری این کار میکنین با 2 تا بچه؟ به سختی.
احسان که اعتقاد داره اصلا غیر ممکنه نمیشه. یعنی با شغلت مشکل داره؟ نه اتفاقا خیلی هوامو داره. میگه شغل شما کار نیست، یه جور عبادته. ماشاءالله بلده ها. بهم قول داد تحت هیچ شرایطی ازم نخواد که کارمو بذارم کنار. در عوضش منم بهش یه قولی دادم که کار تو هم مانعی تو زندگیتون نشه. شما از کجا فهمیدین؟ چون دقیقاً منم همین قولو به کامران دادم. واقعا؟ آره. وقتی تو حیات همین بیمارستان ازم خواستگاری کردم اینو بهش گفتم. تو حیات بیمارستان؟ آره. خیلی شب عجیبی بود. دقیقاً همون شب یکی از بچه‌ها منم شیفت قبلش بودم مجبور شدم بمونم. وای خوب شد پشیمون نشد. پشیمون بشه، عاشقم بود. البته هنوزم هستا. خیلی شب خوبی بود. با استرس زنگ زدم به مامان که چی شد. اونم کلی غر زد که این چه کاری بود کردی و مهمونا ناراحت شدن و رفتن و منم بغض کردم. گفتم مثلا کسی که همین اول زندگی با کار من مشکل داره من نمیخوامش. دیگه اخمام تو هم بود و داشتم کارامو میکردم. یه دفعه دیدم یکی از پشت صدام کرد. کامران بود با یه دسته گل بزرگ. مامان باباش هم اومده بودن. مامان خودم هم بود. خیلی شرمنده شدم که اونطوری در موردش فکر کردم. چه خواستگاری عجیبی. آره کلا هم یه رو بیشتر طول نکشید. همه حرفامون رو همینجا به هم زدیم. مختصر و مفید. فردا ساعت 9 صبح پروازش میشه و محض ورودش باید زیر نظر بگیرش. کدوم هتل قراره اتاق رزرو کنه؟ من استعلام کردم. توی هیچ هتلی توی تهران اتاق رزرو نکرد. نمیشه که یعنی قراره وسط خیابون بخوابه؟ بدون رزرو هم اتاق میدن. هر وقت فهمیدیم هتل محل اقامتش کجاست کارمون رو شروع میکنیم. حالا کیو میخواد ملاقات کنه؟ اگه میدونستیم که مشکل حل بود رضا جان. اصلا از کجا معلوم که قرار باشه کسی ملاقات کنه؟ معلوم نیست، اما قبل از اومدنش به ایران با گیلاد ملاقات کرده. گیلاد مربوط میشه به پرونده دکتر شمس. احتمال اینکه بخواد با کاراکال ملاقات کنه وجود داره. میخوای امضا کنم دورات از گمرک ترخیص بشه؟ اگه تا به دست مصرف کننده برسه تاریخش بگذره چی؟ بگذره اتفاق نمیفته. آقا طوری نمیشه، دارو مکمل ضرری نداره. بله ممکنه ضرری نداشته باشه ولی خاصیتی هم نداره. خاصیتش برای من و توه. کافیه ترخیص بشه. همه جوره من خودم خجالت در میام. باشه عزیزم. از دانشگاه که برگشتم باش تماس میگیرم. سیمی من رفتم. الان کاری نداری قربونت. خداحافظ. کجا؟ مگه صبونه نمیخوری؟ نه یه جلسه مهم دارم باید برم. بیا حداقل چای تلخ بخور. دیشب که شام نخوردی. الان هم که نمیخوای صبونه بخوری. چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیز خاصی نشده. این همه بهت گفتم پامونو به اندازه گلیممون دراز کنیم. میخواستیم چه کار خونه به این درندشتی که این همه بریم زیر بار قرض و بدهکاری. مشغله کاریت زیاده. آره نباید این پستو قبول میکردی عزیز من. خانم مگه خودت دستت تو خرج نیست؟ زندگی امروز خرجش بالاست. من مجبور شدم این پستو قبول کنم. حالا اخماتو باز کن، نگران نباش، همه چی درست میشه. راستی استاد سر ما هم هست و دست و بالت باز میشه. چطور فردا شب دوتایی شام بریم بیرون اما مهمون شما؟ من بدون بچه‌م شام از گلوم پایین نمیره. خانم این بچه‌ای که هی داری میگی یه پا مردی شده برای خودش. این مرد کی قراره عروسی کنه، شهرشو کم کنه، خیال ما رو هم راحت کنه؟ نداره خانم. انقدر حالا لفتش بده تا منو با این باجناق درگیر کنی. اونا که با ما کاری ندارن. من فقط موندم با این همه قسط و بدهی چجوری میتونی به این بچه کمک کنی؟ همین. تو فکر اونو نکن. کافیه باش صحبت بکنی بگی خواست عروسی بکنه من خودم هواشو دارم. کافیه لب تر کنم. منتها اون دغدغش پول نیست که. پس چیه؟ خانم عین خودت بارش آوردی. همونطور که سالها درگیر فرمولای شیمی بودی اونم عشق ویروس. اصلا فرصت نداره به زندگیش فکر کنه. بالاخره ما باید هواشو داشته باشیم یا نه؟ البته که هواشو دارم ولی بعید میدونم یه قرون از کمک‌های منو قبول بکنه، چون همیشه دوست داشت دستش تو جیب خودش باشه. بله اینو میدونم آقای دکتر. بچه‌م مثل مادرش جنم داره. خدا نگهدار. شب زود بیا یا
خیلی ببخشید، من عجله داشتم اینجوری اومدم تو. واقعا چه آدمایی پیدا میشن. امانت گرفتم پس نمیدم. خب البته امانت هم نبوده، چاره‌ای نداشتیم دیگه. یه فلش مموری ناقابل رو تو ماشین دوستی جا گذاشتم. حالا اومدم ببینم اگر دیده ازش پس بگیرم. پس اون فلش مموری رو تا گذاشتی تو ماشین من؟ این حرفا چیه دارید میزنید؟ من خدمتتون توضیح میدم، دارم خفه میشم. بگو ببینم کی تو رو فرستاده. از جون من چی میخواین؟ اصلا تو کی هستی؟ چاکر شما تربیانی هستم. چشم، الان عرض میکنم خدمت شما چرا اوقاتی رو تغییر کنید. بفرمایید اساس پذیرایی کنم آدم. خیلی خوب، خیلی خوب. من توضیح میدم. توضیح چی؟ اینجا ببینم چی اون فلش رو گذاشتی تو ماشین من عرض کردم خدمتتون، من نذاشتم، من فقط اومده بودم که ببین سر و وضع و کت شلوار من رو نگاه نکن. من بچه پایین شهرم، میرم تو گونی همچین ببرن نفهم یک کجا خوردی. آقای کیوانی عزیز از شما بعیده واقعا این حرفو نزنید. ما قراره با هم دیگه دوست غلط کردی مرده که از من فیلم میگیری میخوای باج بگیری. فکر کردی من نمیفهمم؟ باج کدوم؟ اصلا من کاری نیستم. پس کدوم؟ دکتر داد نزنید، تو همسال حواسی با خوب نیست، واسه درد سر میشه براتون. داری منو تهدید میکنی؟ نفرمایید آقای دکتر، این حرفا چیه دارید میزنید؟ اصلا من چیم که بخوام شما رو تهدید کنم؟ نفرمایید، خواهش میکنم. لطف میفرمایید منو اینقدر نکوبون دکتر جون، کتم پاره میشه. من فقط بخوام بگم که میدونید بهتره که کسی نفهمه، بین خودمون بمونه. متوجه هستیم که ها؟ چقدر بنویسم؟ اگه حق سکوت نمیخوای نوشت چیه؟ بگو چقدر بنویسم عوضی؟ با چش حل نمیشه این ماجرا آقای دکتر. تازه خود منم دستمزدم از یکی دیگه میگیرم. بگو رئیست کیه، چی میخواد؟ فعلا هیچ، فقط باب آشنایی مزاحمت شدم. حالا هم آتیش کن بریم با هم دیگه تو رو حرف میزنیم. لازم نکرده، فقط گورتو زودتر از اینجا گم کن. باشه، من رفع زحمت میکنم بهت خبر میدم. فقط خواهش میکنم که سر فرصت اون فیلم رو ببین و روش فکر کن. تصویر رو دارین؟ آره دارم. رفت داخل ترمینال.
بشناسیمش. لواسان. یوسف جان سریع برو سراغ بنگاه منطقه اون ویلا کی اجاره داده شده. سرایدار داره یا نه؟ بعدش هم تو موقعیت مراقبشون باش. چشم. میگم عجیب نیست این همه هتل ول کرده اومده تو ویلا؟ اینا رو بهش آموزش دادم. از بانک اطلاعات ثبت اسناد شهرداری یا هر جای دیگه مالک اون باغو پیدا کن ببین با هم دیگه در ارتباطن یا نه. در مورد 5 نفر از اسامی مربوط به پرونده کاراکال تحقیق کردم. پرونده همشون سفیده. تقریبا هیچ مورد مشکوکی وجود نداره. مطمئن؟ 100% که نمیشه مطمئن بود، ولی با اطلاعاتی که ما داریم هیچ مورد مشکوکی نیست. پس باید روی بقیه فهرست کار کنیم. حواست هست هر لحظه به حالم، تو مثل کو وایسادی کنارم، تو که مرهم دردامی همیشه نباشی، حس آرامش ندارم. تو جنگیدی به عشق من شب و روز، تو فهمیدی
که من تو اضطرابم، تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوام. عاشق شدم پای خودم، آغوش تو امن برام، با دلبری هر جا بری، با تو تو آتیشم میام. تو بدترین روزای عمرم به داد نفسای من رسیدی، نذاشتی که منو از تو بگیر، صدامو از ته قلبم شنیدی. عاشق شدم پای خودم،